مارها پس از جفتگیری قطعه استخوانی را در محل جفتگیری رها می‌سازند که به آن مهره مار یا محبت مار می‌گویند. اعتماد به نفس و آثار دیگرش بر فرد به افراد مرتبط با ایشان هم سرایت می‌کند و در این حالت است که افراد هرچه مغرض‌تر و هرچه عصبانی‌تر باشند، باز به محض ملاقات حضوری با دارنده مهره مار در اثر آرامش ایجاد شده مثل موم رام می‌شود و چون این حالت را مدام در حضور شما احساس می‌کند، شیفته شما می‌شود و مدام دوست دارند در حضور شما باشند و از آرامش نایاب شما بهره ببرند. تجار و سیاستمداران و در کشورهای خاورمیانه خصوصا شیوخ و بزرگان عرب مهره مار را به عنوان رازی سر به مهر با خود دارند، اما فناوری اطلاعات و اینترنت شرایطی را فراهم نموده است تا هیچ کالایی سری و مختص افراد خاص مهره مار روزگارمی عشق مهدکارمی نفس در نصب به تهیه مهره واسه